خب گایز، سلام دوستان. داشت محمد هستم و خیلی خوش اومدید به گیم پلی جی تی ای 3 قسمت، فکر کنم قسمت چیز باشه، فکر کنم قسمت سوم چهارمه. آره، مراحل تلفنی میخواستم رد بکنم که ولش کن دیگه، پشیمون شدم. یه از بسید من این مرحله رو ببازم، بعدش بریم مراحل تونی سیپریانی. این پارت مراحل تونی رو رد بکنیم که بعدش بریم سالواتوره. به جز یکیش که مراحل تونی نمیریم، به جز یه دونش که اونو واز نیست. سب کنیم من ببازم، شما سب کن. خب من خونه تونی رو حفظم، بریم اونجا بدون که این مرحله رو انجام بدیم. بریم اونجا. بریم اونجا مرحلهش رو بریم ببینیم مراحلش چه سمولی سمومیه، چه سمیه که سمیه. بهترینه البته ما اول بیایم اینجا این توفنگا بخریم. باختم چه بهتر. نو خب بیاد. خب بس یه دونه از اینا بیادش. 450 تو خریدم بابا، بوری کلو. بریم برو آقا خانوم. آقا ما شاید گیم پلی جی تی ای آیوی هم بریم. حتی اگه بریم توی کامپیوتر میریم، چون من یه کامپیوترم جدیدن خریدم. ولی جی تی ای های قدیمی رو توی گوشی میریم. جی تی ای آیوی و جی تی ای ویون اینا توی کامپیوتر. خب اولین مرحلهش، خب ببین مرحلهش رو من حفظم، میگه که برو یه دون چند تا ون نابود کن. آقا راستی یه چیزی، مراحل سالواتوره نمونه آخرین مراحل این شهرن، یعنی بعد اون مرحله دیگه، بعد مراحل سالواتور دیگه هیچ مرحله ای نیست تو این شهر. خب کوش اون ماشینه اینه، بروبر ببخشید. و بچه خوشگل، بچه خوشگل کتک میخواد. الان میزنم نیست و نابودش کنم. شما خیالتون تخت. این مرحله که ساده ترین مراحله به نظر من. تونی هم مراحل شوخمی ها، ولی روانی بودن تونیو خیلی دوست دارم آجی. تونیو شخصیت روانی داره، کلن کارا روانی انجام میده، روانیه. کلا روانی شخصیتش. مثلا توی جی تی لیبرتی که توی چند تا مرحله بود که تونی توشون بد روانی بود، بد. بابا بیا پایین. خب ما بریم پیش تونی. تموم شد. ساده بود. چند داد؟ 200,000 دلار یا 2,000 دلار؟ حالا هر چقدر داد ما که بریم. ما بریم پیش تونی.
ولی ما مثل بعضیا نیستیم چیت میزنیم. ما میگم چیت میزنم، یعنی مثل بعضیا نیستم چیت بزنم. من بدون چیت رد میکنم. برو. جان میگه یه نامه تونی برات گذاشته. این محله دیگه چیه؟ این محله چیه؟ آها آقا، یه ترایت های همون چینی ها قول دادم به تونی که پولش رو میدن، پول تونیا. حالا باید بریم پولو بگیریم، ولی گفته که یادت باشه همیشه ترایت دوست داره با اون بازی کنه. یعنی ترایت به احتمال خیلی بیشتر حمله میکنه. باید حواسمون باشه و اسلحه به دست باشیم. که حمله کرد دهنشون رو صاف کنیم. اینا 6 داشت کیف و بردار. واو 2 تا 4 تا 5 تا 5 نفره. هیچ کدومشون هم تفنگ نداره خدا رو شکر. تفنگ داره ولم کن. مثل این باید بکشمشون. میگم اونا رو وای بمیرید. این پیاده ها رو بکشیم. مرد. حالا یکیشون موند. کشش. تمام شد. برسونیمش بیمارستان. فکر کنم نزدیک باشه. آره آجی، اول یه جون پر بکنیم بعد بریم. من سارشو بریم. آجی خیلی مراحل تونی بابا ساده است، برعکس مراحل لویجی و جویی و اینا. البته شاید برای بعضی این مراحل سخت باشه. خب جونم پر کنیم بریم محله بعدی. چه نمیره سالواتور. بچه این مرحله از وای خدای من. آقا این مرحله قراره که با سالواتور لئونه رئیس مافیا این داداشامون آشنا بشیم. اوه چه باحال. فکر کنم بعد این مرحله دیگه تا فعلا مراحل تونی تموم میشه. تا فعلا الان باید بریم پیش جویی یه لیموزین برداریم، بعدش خود جویی سوار کنیم، بعدش تونی و لویجی، بعدش هم میریم پیش سالواتور. مثل که جلسه فراخوان داده، چون اسم مرحله همین بود. سالواتور جلسه ای را فراخوانده است. خب یا بالفضل علی. ولی خوشحالم چون پول میدم مانی. من بیشتر دنبال پولم تا کار کردم برای اینا. سوارشو بریم. لیموزین و حاجی 4 نفر جا داره. بابا خب اینجوری خیالتو راحت کنیم ماشین 4 نفره ببریم دیگه. لیموزین خیلی خزه. اصلا چه چوسایی هستید شما؟ البته الکی هم نمیگه چوسایی هستم، مافیان اینا میتونن یه حرکت منو بکشن. خیلی زیادن چون انشالله. آقا خودشون میگن که اگه فکر کنم کارشون با ما تمام بشه، ما کاتالینا رو واسه ما پیدا بکنن. کاتالینا کارشونو تمام کنیم. کار کاتالینا و میگل. بوق
لویجی و اون گنده بچه بیاد. فقط خودش اومد. اب نداره. نه اب نداره. تو گیج میزنی بیا. دیوونه ای؟ چمه کچرواری. ماشالله. خب ببخشید. خب حالا بریم تونی باشم بریم پیش سالواتوره باشم بازیو ببندیم. به به تونی داداشم چطوری؟ بوق 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 بوق. آجی تونی خیلی چاق شده برعکس جی تی ای لیبرتی سیتی که خیلی لاغر مردنی بود. داداشم تونی باش به بغلم میشین. ای بابا لویجی بغلم میشه. سای لویجی انقدر بدم یک کسافت. را فقط جویی بشینه. آقا اگه نمیدونید آقا تونی و لویجی هیچ نسبتی با سالواتور ندارن. کلا توی چیز کار میکنن. توی همین طرفای آقا تراید حمله کرد. خب تا تراید حمله کرده ما هم بریم لعنت بشه. این گوزو من بکشم. بمیر باید بریم سالوات شد. آقا تونی با لویجیش نسبتی با چیز ندارن سالواتور، ولی جوی پسر سالواتوره. گفتم یه دانستنی در مورد جی تی ای بهتون بگم. سالواتور هم یه جورایی فاک و فامیلای تامی ورسیتی توی جی تی ای وای سیتیه. کلا یه جوری نسبت خانوادگی دارن. اما بعدم که تونی که نه. سالواتور توی جی تی ای سن اندریاس هست. اوجی عجب چیزی شد. به به اوجی تروید از کجا حمله کرد؟ بابا یا ابوالفرز مثل که تروید دوست نداره جلسه بگیریم. پس ماشین رو باید اونوری بذاریم که بتونیم در بریم. خونه سالواتور کجاست؟ من هیچی از جی تی ای 3 یادم نیست. شاید باورتون نشه چون حدودا 6-7 سال پیش بازی کردم. شاید بگین اینجوری میکنین اگه چند سالته. آقا من در واقع 13 سالمه. من حدودا 3-4 سال پیش 7 سال پیش اینطورا بازی کردم. هیچ یادم نیست. فقط این نسبت فامیلی و اینا رو میدونم که اینا به زور یادمه. خب ما تا همه رو سوار کنیم. خب آقا فهمیدیم این ماشین رو باید اونوری بذاریم. یه رقیق رو اون داشت حالشون هم خوش نی. اینوری اینجوری چند ما گفتم اینجوری. خب حالا داشتم تونی بیا الان سوار شد. ماشین خود در با داغون شد. ببخشید من دا لیبرتی سیتی. بودو دیگه ریدی آمو. او اپوش حمله کرد. یا امام حسین بابا ول کنین ماشین در با داغون شد. یا امام حسین برو مصطفی برو. یا امام ببخشید. آهای اینجا خونه سالواتوره. یا خدا یا علی مددی اوف خیلی بد بود. تموم شد چه ساده. به به رسیدیم اشغال سواسیتی. اوه سالواتور آجی چه پیر شده. به بعد چند روز دارم دیگه میبینن. داشت تا جایی که من یادمه کدت قهوه‌ای نبود. شاید کچه عوض کرد.
جویی پسرش. چرا پسرتو بغل نکردی؟ به به، با هم رفیق شده، پول و مانی و کاتالینم که حسابشو به زودی میرسیم. خب میگه برو توتونی، میخواد با ما حرف بزنه. برگام قربونت برم، بیا یه ماچت بکنم. کجا اینکی گولاخه کی اونجا؟ هده افرادشن. مراحل سالباتانم وا شد. خب گایز، من که ویدیو رو تا ختمش کردید. مراحل سالباتان به زودی میریم. شاید بعد مراحل سالباتان شهر دوم باشه، به هر حال نمیدونم. تا فعلا بای.